استرالیا اولین دولت جهان گردید که استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک را برای نوسان تا 16 ساله رسما منع کرد. نخست وزیر استرالیا انتونی آلبانیز گفت این یک روز پر افتخار است. برخی قانونگذاران در اتحادیه اروپا هم می‌خواهند این تشبس را به خاطر حمایت صحتی روانی نابالغان در کشورهای خود جاری کنند. وکیل پارلمان اروپا کریستال شالدموس تجربه استرالیا را نمونه خوبی عبرت نامید. در پارلمان اروپا چند پیش ما برای قبول یک تشبس اولیه خود آواز دادیم که جاری کردن محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را پیش بینی می‌کند. ما می‌خواهیم تا 16 سالگی باشد، ولی اگر والدان اجازه دهند تا 13 سالگی می‌تواند باشد. می‌خواهیم این محدودیت نظارت شود. دعوت به جاری کردن محدودیت‌های سن و سالی در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در دیگر نقاط اروپا واکنش‌های گوناگونی را به بار آورده است. منع کردن نمیدونم، به فکرم این قراری بسیار سخت است. شاید بهتر است نظارت جاری کنند و یک برنامه خودش معین کند که به کدام کاربر چی اندازه محصولات بدهد و چی نه. ولی این شاید برای الگوریتم مشکل شود. شاید بهتر است با نظرداشت کودکان تغییرات جاری شود و منع نکنند. این فکر خوب است، ولی نظارت اجرای آن مشکل می شود. کار والدان هم آسان خواهد شد، چون که با آنها ضرور نمی آید فرزندانشان را در اینترنت نظارت کنند. به نظر من شبکه‌های اجتماعی از نظر معلومات فراوان و هم محصولات بی پردهشان پهلوهای تاریک زیاد دارند. برای جوانان بریتانیا خوب می شود. ضمناً یک قطار شرکت‌های جهانی حکومت استرالیا را برای قرار منع استفاده نورسان از شبکه‌های اجتماعی به دادگاه کشیدند. ولی وزیر بهداشت استرالیا مارک باتلر گفت تاریخ بسیار حادثه‌های را شاهد است که تشبس‌های حمایت از شهروندان با مانع‌های اشخاص و گروه‌های علاهده منفعت‌دار روبرو می‌شوند.